سلام، من غزاله کهندل هستم. خوش اومدید به قسمت 5 از پادکست من. در این قسمت میخوایم درباره یکی از چالش‌های مهمی که بسیاری از مدیران منابع انسانی باهاش روبرو هستن صحبت کنیم. انگیزه و ماندگاری پرسنل. این دو موضوع به نظر خیلی ساده میرسن، اما وقتی میخوایم به طور عملی اونها رو در سازمان پیاده سازی کنیم پیچیدگی‌های زیادی پیش میاد. مطمئنا شما هم تجربه کردید که یه تیم با انگیزه میتونه تحول بزرگی رو در سازمان ایجاد کنه. ولی این سوال پیش میاد که چطوری انگیزه رو در تیم‌ها ایجاد کنیم و چطوری اونو حفظ کنیم. چطور میشه پرسنل رو برای مدت طولانی نگه داشت بدون اینکه احساس کنن که فقط یک کارمند هستن و هیچ ارتباط عاطفی با سازمان ندارن. اولین نکته‌ای که میخوام بهش اشاره کنم اینه که انگیزه یه موضوع ثابت نیست. ممکنه که شما امروز یه انگیزه خاصی رو در تیم ایجاد کنید ولی فردا همون انگیزه دیگه اثری نداشته باشه. چون انگیزه به شدت به نیازهای فردی و محیطی بستگی داره. این یعنی شما به عنوان مدیر منابع انسانی یا مدیر یک تیم باید همیشه آماده باشید که نیازها و انگیزه ها رو شناسایی کنید و بر اساس اونها واکنش نشون بدید. پس سوال اینجاست، چطوری میشه این تغییرات رو شناسایی کرد؟ در اینجا اولین گام اینه که با پرسنل خودتون ارتباط صادقانه برقرار کنید. این ارتباط نه فقط از طریق جلسات رسمی بلکه باید در مکالمات روزمره و درک رفتارهای کارکنان صورت بگیره. شاید یک فردی به ظاهر هیچ حرفی نزنه ولی در عمق شاید یه نیاز خاصی داره که نمیدونه اونو چجوری باید بیانش کنه. شنیدن فعال از طرف شما میتونه این نیازها رو کشف کنه. اما بریم سراغ ماندگاری. وقتی صحبت از ماندگاری میشه معمولاً دو عامل به ذهن میاد: ارزش‌های مشترک و فرصت‌های پیشرفت. اولین عاملی که میتونه ماندگاری کارکنان رو تضمین کنه اینه که احساس کنن در یک محیط معنادار کار میکنن. این محیط باید ارزش‌های مشترکی رو با اونها به اشتراک بذاره. یعنی وقتی یه پرسنلی وارد سازمان شما میشه باید احساس کنه که اهداف و ارزش‌های شما با اون همراستا هستن. اما فقط اینا کافی نیست. شما باید فرصتی برای پیشرفت فراهم کنید. این پیشرفت میتونه به صورت شغلی، آموزشی و یا حتی شخصی باشه. اینکه کسی احساس کنه که میتونه در سازمان شما رشد کنه از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. سوال مهم دیگه‌ای که میخوایم بهش بپردازیم اینه که چطور میتونیم از انگیزه به ماندگاری برسیم. اینجا هم باید به نکته جالبی اشاره کنیم. خیلی از وقتها ما فکر میکنیم که انگیزه به صورت لحظه‌ای باید اتفاق بیفته، در صورتی که انگیزه هایی که ماندگاری بیشتری دارن معمولاً از درون سازمان نشأت میگیرن. این به این معنیه که شما باید از روز اول یه فرهنگ انگیزشی و پر انرژی ایجاد کنید که همیشه در سازمان شما جاری باشه. یک نکته دیگه‌ای که میخوام بررسی کنم اینه که چه عواملی باعث از بین رفتن انگیزه و کاهش ماندگاری میشن. اگر نگاهی به سازمان‌های بزرگ یا حتی کوچیک بندازیم میبینیم که وقتی کارکنان احساس میکنن که هیچ کسی به پیشرفت فردیشون اهمیتی نمیده، اون وقت شروع به جابجایی میکنن. همچنین وقتی که احساس میکنن سازمان توجهی به اونها نداره یا برعکس وقتی که تنها سازمان میاد به پول یا پاداش‌ها توجه میکنه و سایر عوامل انسانی نادیده گرفته بشه، در این مواقع انگیزه از بین میره. اما در نهایت ممکنه که بپرسید خب چطور میتونیم این مشکلات رو حل کنیم؟ یک راه حل اینه که تعریف دقیقی از پاداش‌ها و انگیزه‌های مثبت در سازمانتون داشته باشید. این تعریف باید شامل همه چیز، از پاداش‌های مالی گرفته تا محیط کاری مثبت، فرصت‌های آموزش و ارتباطات مؤثر با مدیران باشه. شما باید مطمئن بشید که اعضای تیم شما میدونن که علاوه بر پرداخت حقوق، فرصتی برای رشد، یادگیری و دیده شدن دارن. حالا سوالی که میخوام از شما بپرسم اینه:
چه چیزی باعث میشه که شما به عنوان یک مدیر منابع انسانی یا مدیر تیم انگیزه و ماندگاری کارکنان رو در سازمان خودتون حفظ کنید؟ آیا شما هم از راهکارهایی مثل برگزاری جلسات بازخورد، مراقبت از نیازهای فردی یا استفاده از فرهنگ سازمانی معنادار برای کار استفاده می‌کنید؟ یا ممکنه راهکارهای دیگه‌ای دارین که به اونها فکر نکردین؟ و در نهایت فقط میخوام اینو بگم که انگیزه و ماندگاری دو ابزار قدرتمند برای ساختن سازمان‌های موفق و پویا هستند. اگر میخواید تیمتون همیشه با انگیزه و با کیفیت بالا کار کنه، باید از حالا به این موضوعات توجه کنید و همواره برای بهبود اونها تلاش کنید. ممنون که گوش دادید به قسمت 5 از پادکست من. خیلی خوشحال میشم نظرات و تجربیات شما رو هم بشنوم. اگر دوست داشتید کانال من در یوتیوب رو سابسکرایب کنید و حمایت کنید. تا قسمت بعدی مراقب خودتون و تیمتون باشید.